اگر به تازگی دچار ریزش موی شدید شدید یا اینکه مدام عفونت ادرار میگیرید، به این فکر کردین که شاید از عوارض کمبود ویتامین دی باشه. اگر به طور مداوم و همیشگی از ضد آفتاب استفاده میکنی، باید بدونی ضد آفتاب دو روی یک سکه است. یک روی اون سلامتی پوست و روی دیگرش عامل کمبود ویتامین دی میتونه باشه. اگر میخوای علتش رو بدونی، تا آخر ویدیو با من همراه شو. همونطور که میدونید، بدن ما برای رشد و استحکام استخوان‌ها به ویتامین دی نیاز داره. همچنین ویتامین دی عامل اصلی بالا بردن سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری‌های عفونیه. امروزه در سراسر جهان بسیاری از افراد دچار کمبود ویتامین دی هستند که اغلب به دلیل تغذیه نادرست، عدم دسترسی به نور خورشید و گذراندن بیشتر وقت خودشون در خانه و فضاهای سربسته است. شاید خیلی از ماها علائم کمبود ویتامین دی رو نشناسیم، ولی در حال حاضر یکی از اون علائم رو داشته باشیم و ندونیم که با مصرف یه ویتامین دی ساده میتونیم اون رو برطرف کنیم. در ادامه به 8 از علائم کمتر گفته شده کمبود ویتامین دی در بدن میپردازیم که شاید شما هم در طول زندگی با آنها مواجه شده باشید. آیا در قسمت گردن احساس سفت شدن و درد میکنید؟ دچار کمردردهای مزمن و طولانی هستید؟ از ریزش موی شدید رنج میبرید؟ سردردهای مزمنی دارید که دلیلی برای اون پیدا نمیشه؟ مدام به عفونت ادرار، مشکلات تنفسی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا دچار میشید؟ همیشه کسل هستید و احساس خستگی و بی‌حوصلگی دارید؟ احساس افسردگی دارید و بی‌دلیل گریه میکنید؟ یا اینکه مدام دچار پوسیدگی دندان میشید؟ تمامی این موارد میتونه به دلیل کمبود ویتامین دی در بدن شما باشه. تیره بودن رنگ پوست، استفاده دائم از کرم‌های ضد آفتاب، چاقی و اضافه وزن، بیش از حد در خانه ماندن و نخوردن ماهی و لبنیات به اندازه کافی میتونه از عوامل مؤثر بر کاهش سطح ویتامین دی در بدن باشه. شاید جالب باشه که بدونید استفاده دائمی از کرم‌های ضد آفتاب برای زنان ایرانی که صورت تنها ناحیه جذب این ویتامین برای اونا محسوب میشه، راه جذب ویتامین دی رو تا حدی برای اونها کم میکنه. درسته که محافظت از پوست در برابر اشعه‌های مضر نور خورشید یک امر واجب و اساسی به شمار میره و مصرف ضد آفتاب مناسب عامل اصلی این محافظته. اما قرار گرفتن به مدت کوتاه در معرض نور غیر مستقیم خورشید در ساختن ویتامین دی در بدن به ما کمک میکنه. برای مثال، حدود 15 تا 30 دقیقه پیاده روی در اوایل روز یا خوردن یک وعده غذایی در فضای باز میتونه به این کار کمک کنه. مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین دی مثل ماهی سالمون، قارچ، لبنیات غنی شده با ویتامین دی، زرده تخم مرغ و روغن زیتون میتونه جایگزین خوبی برای غذاهای فست فود و فرآوری شده باشه. و در آخر از مکمل‌های دارویی ویتامین دی به صورت ماهانه یا روزانه استفاده کنید. اگر شما هم این علائمی که گفته شده توی زندگی تجربه کردین، حتما توی کامنت ها به ما بگین.